شنبه و یک شنبه باید با زن خود خانه‌داری نکنی. التماس جواب درستش را گویید. اگر مخلص من باشی در این با من چند بار پیشتر هم گفته بودم. همین غریمی چی هنر نداره خودت همین گپ هر ملا رو بعد التماس می‌کنی. او همسری خودت از چیکار داره های ملا در تو؟ چهارشنبه میکنی پنجشنبه یا خلال مگه شب جمعه خوشش نمیاد به فرای خوان. همه شب یک شنبه میکنه باید درست نیست. این گپ خطا است دادر عزیز. باور کنید اسلام در این گپ ها نیست. فقط هم ملای میگه اونها حقیقت اسلام نمیدونن. اونها هم اسلام عزیز هم مسخره کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ماذا یحل لی من امرأتی؟ پیغمبر بزرگواران همسری من برای من کجاش حلال است؟ حضرت همه جاش برای تو حلال است گفتن. هر وقتی که میخوای خودش خانه‌داری کن برای تو حلال است گفتن. ببینی همه جاش برای تو حلال است گفتن. همه جاش فهمیدی؟ یا خیلی همینا ساده اند. با میره گشت میپرسن بابایشان هم خیلی کنیم چی میشه؟ خودی خدا کردن که چی میشه؟ آیا سادی بند نشه واقعی عصر 21 شدی دادن؟ آبا کافر ما رو میخندن مسلمان ها حقی موندن گفتن. برای همین عزیزان من رسول اکرم پرسیدن صحابه که ماذا یحل لی من امرأتی؟ از همسری من براش کجاش حلال است برای من؟ حضرت همه جاش برای تو حلال است. هر کاری میکنی حلال است الا النکاح، مگر همخوابگی در حالت حیض. حالت حیض گفتن همخوابگی یعنی علاقه جنسی کردن برای تو حرام است. نکاح مراد از حیض است. شارح حدیث میگن دیگه حدیث رسول اکرم اینو با شرط دادن. در حالت حیض همخوابگی حرام است و این چنین خانه‌داری کردن از عقیب خانم این حرام است. غیر این دیگه هر کاری میکنی هر شبه که میکنی حلال است برای تو. او خدا رحمت کنه آدمای قدیم شیخ بودن. خدا رحمتشان کنه آدمای خوب بودن. گپای در 4 کتاب هست. یا 4 کتاب کل ما یه وقتا میخوندم. و هوا خدا رحمت کنه می از صاحب 4 کتاب ما هر کجا نقره راستای دروغه فلان شب ما درست نیست و فلان شب عید کنی 60 لیکه بشو. هم بیچاره خودش هنری زن کتی خراختن نداشته های و همه هر چی رو بانه کرد نمیشه در کتابش. خدا نگهتان داره. فقط از زنا خودتان کنترل کنه بچه های عزیز. دیگر همسر شما برای شما حلال است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین. خدا در این آیه مبارکه میگه همسرای شما برای شما حکم زمین کشت دارند. آنان که زمین کشت میکنه زمین خودت است. ای بالا جفت کار پایان بیایی از این طرف جفت کار بالا میری یا پرمکاری خود کردن گرافی فقط تخم تکار در همون زمین حاصل خیزش. بنابراین این آیه کلمه صراحتا دلالت میکنه در عقیب کردن زن حرام است. در این تخم باید در جای کاری که حاصل کرده خیر امتاز. بنابراین خداوند حرث لکم گفت است فاتوا حرثکم ان شئتم. همسری تو زمین خود چه کلی میخوای کردن گیر. بیچاره مولا خدا رحمتش کنه. بابای مولا گفت خودت هنر نداره ما را من نکن.